سلام میلاد جان، خوبی؟ ایشالله که همیشه خوب و سلامت باشی بابا. دل من و ماما خیلی برای تو تنگ شده آخه. انقدر دلمون میخواست اینجا بودی، چون پرید دیشب بچه ها همه اینجا دور هم جمع بودیم، جات خیلی خالی بود، اصلا نمیدونیم. مامان همش میگفت چی میشد میلاد اینجا بود. تلخ شاید اصلا این جمله هیچ وقت پخش نشه، ولی لعنت به من که الان پیششون نیستم. این میلادی حرفایی که زد دلم میخوام ما یه درخواستی داشته باشم الان. بفهم. هر کی داره این برنامه میبینه یه فاتحه تو دلش بخونه، شادیش برسه به روح مامان مونس عزیز تو. خیلی ممنون. بعدم میلاد جان، ما دیدم بعضیا میگن مثلا نمیدونم توی برنامه 1001 ای کیایی میگن گریه میکنن فلان. کوکا زندگی همیناست دیگه. یه عکس ستایی میتونم کنار تو میلاد داشته باشم الان؟ یه لحظه. ای قربونت برم. چی شد؟ مردی تو سب داشته باش، مثل همیشه فرق داشته باش. بسا بگن چی نبود چی بش، اما ای دل مردونه داشت. عیب نداره بریز تو خوده، میدونم فشار همه چیز رو توه. میدونم هر کی دم نمیزنی دنیا بدتر رود گیری سپیش میکنه. امروزم باز نشون نده که همه این سالا چقدر چسوندنه. واسه در دل من جایی